بر اساس رویخط افراد تحت جستجوی فدرالی در سامانه رسمی وزارت کارهای داخلی روسیه، این نیاد و دیگر نیادهای حفظ حقوق این کشور به حالت تا اول ماه فوریه سال 2024 قریب 100,000 نفر، دقیق ترش 99,752 نفر در رابطه با پرونده های جنایتی در قلمرو روسیه تحت جستجو قرار داده شدند. با 14,535 نفر دیگر در این رویخط همچون شخصان بی نام و نشان یا گم شده تحت جستجو گذاشته شدند. نشریه مدیازون رویخط افراد تحت جستجو در سامانه وزارت کارهای داخلی روسیه را بر رشته تحقیق کشیده معین کرده است که از این نزدیک 100,000 نفر جستجو شونده بیش از 31,000 روس‌ها، بیش از 11,000 دیگرش را زادگان ارمنستان و 10,473 نفرش را زادگان ازبکستان تشکیل می‌دهند. زادگان تاجیکستان در این رویخط سیاه در جای چهارم بودند. میدیا از آن برشمرده است که وزارت کارهای داخلی روسیه 6,585 تاجیک را تحت جستجو قرار داده است. ولی تحقیقات پایگاه خبری بامداد نشان داد که شماره زادگان تاجیکستان که در روسیه تحت جستجو قرار گرفتند خیلی بیشتر از این 6,500 است، چون که 10 نفر دیگر از زادگان تاجیکستان بدون ذکر نام و کشور در این رویخط قرار دارند. اکثر این نزدیک 7,000 تاجیکستانی که در جستجوی فدرالی روسیه قرار دارند البته آنهایی اند که برای یگان اعمال جنایی تحت تعقیب قرار گرفتند، ولی در این رویخط 10 تن از مخالفین حکومت، ژورنالیستان و فعالان جامعه نیز هستند که تحت تعقیب قرار گرفتن خود را دارای صرف انگیزه های سیاسی می‌شمارند. در این رویخط نام محیدین کبیری، یکی از رهبران مخالف تاجیک و چند عضو خانواده او از جمله برادرانش یکاشا و محمد صالح، خواهرش بیبی سارا، پسرش محمد و روح‌الله طلازاده و علی جان پسر محمد صالح کبیروف هستند. همچنین دو برادرزاده کبیری، محمد جان و محرمای کبیروف و داماد برادرش ژورنالیست امرالله نظام نیز در روسیه تحت جستجو قرار داده شدند. از ژورنالیستان رستم جانی، انورا سرکارова، شورت رحمت الله، تیمور ورقی، از شخصیت‌های شناخته مخالفین سید یونس استرفشنی، علیم شیرزمان و دخترش نظر بیبی، باباجان قیوموف، شرافالدین گدایف، محمد اقبال صدرالدین، حسین اشورو و برادرانش حسن و سعید علی اشوروفا و باز 10 نفر دیگر از جانب وزارت کارهای داخلی روسیه جستجو می‌شوند. برخی از نمایندگان مخالفین تاجیک اسم خود را در این رویخط پیدا کرده حدس زدند که روسیه برای به دست آوردن قنوات دوشنبه هزاران تاجیکستانی را تحت جستجو گذاشته است. ولی یک منبع بامداد در مقامات انتظامی تاجیکستان در شرح این هزاران نام تاجیکی در رویخط افراد تحت جستجوی وزارت کارهای داخلی روسیه گفت اکثر کل آنها افرادی هستند که برای اعمال صرف جنایی تحت جستجو قرار داده شدند. همصحبت بامداد گفت همه آنها سیاسی نیستند. در روند تفتیشات یک امر معمول است که وقتی تفتیشات مطمئن می شود که گمان شونده علاقه ترک تاجیکستان کرده است، برای تحت جستجوی بین المللی گذاشتن او اقدام می کند. بین کشورهای سنگه در این رابطه پیمان مینسک سال 1992 درباره کمک‌های حقوقی و مناسبت‌های حقوقی در رابطه با پرونده‌های شهروندی، عائلوی و جنایتی عمل می‌کند. به فرق از اینترپل که روند بر روی خطش وارد کردن شخصیت تحت جستجو خیلی مرکب بوده، وقت زیادی را طلب می‌کند. منبع بامداد گفت مقامات اینترپل با درخواست‌های تاجیکستان جهت جستجوی شهروندانش وقت‌های آخر خیلی با احتیاط برخورد می‌کند و خصوصا اگر پرونده‌ها بر اساس ماده مشهور 307 و 4 علاوه این ماده باشد. آنهایی که میخواهند در رویخط سیاه روسیه بودن یا نبودن نامشان را بسنجند میتوانند به این سراغه بروند و نام و نسب، سال تولد و پشت الکترونی خود را نوشته از دست یکم معلومات بگیرند که آیا آنها در روسیه تحت جستجو قرار دارند یا نه. این کار آنها میتوانند در سامانه مدیا از آن انجام دهند.